وصیت هشتم، آداب طعام خوردن. از جابر پسر عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنهما روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت هرگاه شخص داخل خانه اش بشود و خدا را یاد کند و هنگام طعام خوردنش نیز خدا را ذکر نماید، شیطان به دوستانش می گوید در اینجا برای شما جای خواب و طعام نیست. اما هر وقت شخص به خانه اش درآید و خدا را یاد نکند، شیطان به دوستانش می گوید جای خواب را دریافته. و چون هنگام طعام خوردنش خدا را یاد نکند، شیطان می گوید جای خواب و خوراک بیگاهی را پیدا نمودید. روایت مسلم. از حذیفه پسر یمان رضی الله تعالی عنه روایت است که هر وقت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم طعام خوردنی می شدیم، تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طعام دست دراز نمی کرد، ما دست دراز نمی کردیم. بار همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم که برایمان طعام آوردند. ناگهان زنی به این طعام با شتاب به ذکر خدا دست دراز کردنی شد، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را از این عمل منع نمود. سپس اعرابی آمد و با شتاب به ذکر خدا به طعام دست دراز کردنی شد. او را نیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع نمود. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شیطان حلال می شمارد طعامی را که در آن نام خدا ذکر نشود. شیطان این زن را آورد تا طعام را برایش حلال نماید. پس من او را منع نمودم. سپس این اعرابی را آورد تا طعام را برای خویش حلال نماید و او را نیز منع نمودم. سوگند به ذاتی که جان من در ید اوست، دست شیطان و این دو دست، یعنی دست زن و اعرابی، در دست من می باشند. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام خدا را ذکر نمود و طعام خورد. روایت مسلم.